گرسنه ماندن حالت است که بنابر وجود نداشتن یا با ارگانیسم داخل نشدنی ماده‌های غذایی به عمل می آید. آن همچنین در صورت پست صفت بودن غذا یا خوراک را هضم کردن نتوانستن ارگانیسم نیز پیدا می شود. گرسنگی چون حالت فیزیولوژی در طبیعت ایام خواب زمستانه حیوانات مثلا خرس، یورمان، خرپشت و غیره از خنکی کرخت شدن قورباغه، ماهی، حشرات به مشاهده می رسد. چون این طرز گرسنه ماندن با ضعف روند مبادله ماده ها در ارگانیسم علاقمند است. آن امکان می دهد که جانوران با صرف نهایت کم انرژی مدتی دراز مثلا در آن دوره های سالی که برای حیات نامساعد است زنده مانند. گرسنه‌مانی پورا مثلا ارگانیسم غیر از آب دیگر ماده‌های غذایی را استعمال نمی‌کند. مطلق مثلا به غذا و به آب ماندن ارگانیسم و ناپورا مثلا نیم گرسنگی می‌شود. غیر از این گرسنه‌مانی جزئی مثلا در صورت معتدل بودن کالریای عمومی خوراک به ارگانیسم یک چند ماده غذا نمی‌رسد نیز موجود است. هنگام گرسنه‌مانی پورا و مطلق ارگانیسم از حساب صرف ذخیره ماده‌های غذایی مثلا اساساً چرب زنده می‌ماند. در مدت گرسنگی کشیدن قابلیت نیرو آفری تدریجاً پست می‌گردد، اما مبادله عمومی ماده‌ها و اعتدال نمی‌براید. از این رو در اثنای گرسنه‌مانی بردوام تمام وسیله هایی که مبادله ماده ها را می‌تیزاند مثلا کار جسمانی، سرما، گرما، بیماری های گوناگون باعث بیشتر تلف یافتن ماده های غذایی و حتی محو ارگانیسم می‌گردد. دوامات حیات جانوران هنگام گرسنه‌مانی پورا گوناگون است. مثلا پرنده های معده بعد دو شبانه روز، مرغ بعد از 14 تا 20 روز میمیرد، سگ تا 40-60 روز، اسب تا 80 روز زنده میماند. آدم کلانسال با گرسنه ماندن از 65 تا 70 روز تاب میآورد. جوانان نسبت به کلانسالان پیشتر می‌افتند. آدمان پیر بنابر سست بودن مبادله ماده ها در ارگانیسم با گرسنگی برداشت میکنند. ذخیره چرب و هر قدر زیاد باشد ارگانیسم به گرسنه ماندن همان قدر تاب می‌آورد. گرسنه‌مانی ناپورا و گرسنه‌مانی پورا با امکانیت مدتی دراز زنده ماندن ارگانیسم مثلا در شرایط نرسیدن خوراک و اختلال جریان هاضمه فرق می‌کند. هنگام گرسنه ماندن مثلا پورا، مطلق و ناپورا در خوراک نرسیدن سفیده تأثیر بیشتر دارد. اختلال فعالیت عضوها، مبادله ماده ها و آب یعنی مجموع علت هایی که با دیستروفیای غذایی، ویتامین هایی و غیره خاص می افزایند. آدم روزهای اول گرسنه ماندن از تشنگی، افزودن اشتها، آب ورم و خسته حالی اذیت کشد هم قابلیت کاری پورا گم نمی شود، ولی احوال او تدریجاً بد گشته خراب و لاغر می شود. ضعف موشک ها و قبضیت به عمل می آید. ممکن است روحیه تغییر یافته، قابلیت کاری از دست رود، فعالیت غدودهای عصاره داخلی تغییر می یابد، اندازه دل خورد، نظام نفس کشی ویران می شود. همچون واسطه طبابت گرسنه‌مانی را در موردهای فربهی، زیق نفس و غیر زیر نظارت قطعی دکتر کار می فرمایند. بعد انجام دوره طبابت به مریض اول اندک خوراک سیر غذایی زود هضم می دهند، سپس مقدار و غذانوکی خوراک تدریجاً زیاد کرده می شود. هنگام آماس‌های سرطانی، بیماری‌های خونسیل، نقص دل و غیره طبابت با گرسنگی منع است. اینک باز رسیدیم به انجام یک نوار دیگر. تا نوارهای آینده شاد و پیروز باشید.